کتاب علم. این گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم: بسیار است کسی که خبر به او می رسد از کسی که خبر را از من شنیده است فهمیده تر باشد. از ابوبکر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شتر خود سوار شدند و شخص مهار اشتر را گرفت. بعد از آن فرمودند: امروز کدام روز است؟ همگی خاموش شدیم و گمان کردیم که شاید این روز را با نام دیگری یاد کنند. فرمودند: آیا روز عید قربان نیست؟ گفتیم بله هست. فرمودند: این کدام ماه است؟ همگی خاموش شدیم و گمان کردیم که شاید این ماه را به نام دیگری یاد خواهند کرد. فرمودند: آیا ماه ذوالحجه نیست؟ گفتیم بله هست. فرمودند: یقینا خونهای شما، اموال شما، ناموس شما مانند حرمت امروز شما، مانند حرمت این ماه شما، مانند حرمت این شهر شما بر شما حرام است و کسی که اینجا حاضر است این خبر را به کسی که حاضر نیست برساند، چون شخص حاضر شاید این سخن را برای کسی برساند که او این سخن را از کسی که شنیده است بهتر بفهمد. رواه البخاری.